السلام علیکم، صبح همه‌تان بخیر. مجله ساپور ارتباطی میان شما و مسئولین. در آغاز برنامه بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای داغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود برای شما نشر شد. مقامات حکومتی میپذیرند که هنوز قادر نشدند تا بیمارستان‌های معیاری را حتی در پایتخت این کشور فعال کنند. نبود بیمارستان‌های مجهز سبب می شود تا سالانه هزاران افغان برای تداوی به خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه سفر کنند که هزینه هنگفتی را هم در بر دارد. با این وجود نبود شفاخانه‌های معیاری، دکتران متخصص و دواهای بی‌کیفیت چالش‌های اصلی سکتور صحت در افغانستان پنداشته می شود. اینکه وضعیت در بیمارستان‌های مرکز از چی قرار است و چگونه ممکن است تا مسئولیت بیماران را از طریق بهبود خدمات صحی در بیمارستان‌ها یقینی ساخت و دیگر موارد را در رابطه به همین موضوع با دکتر نظام الدین جلیل رئیس شفاخانه‌های تخصصی و ثالثی به بحث خواهم گرفت. اما بهتر است یادآوری بکنم شما هم میتونید به گونه زنده و مستقیم در رابطه موضوع برنامه ما پرسش و دیدگاهی رک دارید با ما در میان بگذارین. شماره تماس برنامه 0791 300 و حالا هم خوش آمد میگم با آقای جلیل در برنامه. خوش آمدین. در سطح کابل چی تعداد بیمارستان با چی شمار کارمند و چی امکانات ارائه خدمات میکنند به شهروندان و بالخصوص پایتخت نشینان؟ تشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی یک. در سطح کابل به تعداد 22 شفاخانه عرضه خدمات میکنه و خدماتی که برای نیازمندا عرضه میشه شامل خدمات داخلی عمومی، جراحی عمومی، ولادت نسایی، جلدی، گوش و گلو، جراحی اوعیه، بخش خدمات تشخیص و تداوی سرطان، بخش خدمات همودیالیز و سایر خدمات میشه که این خدمات در مجموع برای هموطنان ما در شهر کابل و او هموطنان ما که از 34 ولایت کشور مراجعه میکنن به کابل خدمات برشان عرضه میشه. خیلی خوب. حالا هم میریم سراغ نخستین تماس از برنامه و میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. تماس شما برنامه وصل است. بپردازین با پرسش و دیدگاهی که دارید. سلامت باشید. کی از کجا؟ حاجی محمد یونس اکبرزاده از ولایت نیمروز شهر زرنج. به برنامه خوش آمدین. آیا در رابطه با موضوع برنامه پرسش و دیدگاهی دارید؟ تشکر از شما، از کارمندان شما، از رئیس شبکه که از غم مردم، از مشکلات مردم اینا کش میکنه به پای استودیو. ما از شما خواهش میکنم سخنگو وزارت صحت ما رو بیاره که این استودیو پاسخ مردم بده که نه تنها با پایتخت ما شما نباید کل مشکل با پایتخت کنه با ولایت‌ها. ولا سوال ما شما نمیگه که ولا سوال میگه زیر تهدید امنیتی کف از ولایت‌ها بزنه. ما خود به ولایت نیمروز است و از ولایت کابل هم رفت و سفر کرد و به ایراد قندهار هم وجودمان میرو کار داره و سعی میکنه با شفاخانه با خدا غریبا داخل شفاخانه دولتی میآید. داخل شفاخانه دولتی میآید کرام میده 50 تا 20 تا خور کرام میده هر میاد میشینه اونجا. وقتی که میشینه 12 بیجا و اینا نوبت هم نیست اینا میره پیاده به خدا قسم بعضی از غریبا گفتم پیاده به پس بخانه میره. شفاخانه خصوصی مردم میان پولدارا دولتی‌ها سیاستمدارا ترو میاد پیش دکتر میره. این مردم که غریب شماره گرفته به 50 روپیه و 100 روپیه 200 روپیه شماره میگیره پیش دکتر منتظر است. وقتی که پولدار یا تاجر داخل شفاخانه میشه نه شفاخانه خصوصی هم شما میگو تنها مشکل با کابل نه مشکل با سر تا سر افغانستان. شما سخنگوی وزارت صحت ما بیاره که ما اینا پرسان کنو. البته آقای اکبرزاده تشکر میکنم از تماستان. از شفاخانه دولتی شما باید پرسان کنه. شما شفاخانه شخصی را باید زیر نظر بگیرید. یک نسخه رو از 500 روپیه و 500 روپیه به 2200 روپیه همین دواخانه شخصی به فروش میرسونه. یعنی چی؟ همین هر دکتر، هر کلینیک شخصی، هر شفاخانه شخصی دواخانه شخصی داره. خود دواخانه شریک است. ما خود به ولایت ایران هر جایی که ما تو ایران نام میگیرو به ولایت فرا نیمروز ما رفتو همین ده هر شفاخانه شخصی دواخانه از خود دکتر است. شریک است. نصف نیست. یک نقطه که به 2500 روپیه او شفاخانه به 2000 روپیه صدا میکنن. او مریض او غریب مجبور است که دوا را بگیره که مریض سطح یاب شه. بازم خوبه که دوا خوب بفروشه. دوا بی‌کیفیت.
یک نایمان شما از یک نای رنگ نمیبره. شفاخانه دولتی مشکل است، به شفاخانه شخصی مشکل است. دو را یک مشکل که دکتر سه دکتر نیست. اگر باز سه دکتر باشه دو سه نیست. حالا مشکل سه کو به این ملت تغییر افغانستان. تشکر از تماستان آقای اکبرزاده. قسمی که شما هم تقاضا داشتین، بنابر تقاضای شما ما تلاش میکنیم تا در برنامه‌های آینده سخنگوی وزارت صحت عامه را در برنامه با خود داشته باشیم و در گذشته ها هم ما از ایشان دعوت به عمل آوردیم و در برنامه‌ای که اونا حضور داشتن، پرسش‌هایی را که شما داشتین پاسخ گفتن که بدون شک در آینده هم همچون کاری صورت خواهد گرفت و ممنون تماستان. نمیدانم همکارای تکنیکی آیا درست است. پس بحث را ادامه میتیم. آقای جلیل، برای یک شماره از شهروندانی که از ولایات به بیمارستان‌های مرکز مراجعه میکنند چی سهولت‌ها و مزایا و امکاناتی را در نظر دارید؟ خوشبختانه وزارت صحت عامه در استراتژی مشخصی که در بخش شفاخانه‌ها تدوین کرده 3 اولویت مهم شناسایی کردیم که ما دسترسی به خدمات شفاخانه‌ای را ازدیاد پیدا بکنه، کیفیت خدمات شفاخانه‌ای بهبود پیدا بکنه و از این خدمات به شکل مؤثرش استفاده شود. در روشنایی امی استراتژی بود که وزارت صحت عامه تلاش میکنه که تا خدمات خوبتری را برای هموطنان ما عرضه بکنه. ما بیشتر در گزارش شما هم یاد کردین که سالانه یک گروپ زیاد از هموطنان ما به بیرون از کشور سفر میکنن. وزارت صحت عامه تلاش داره که تا بتونه قدم به قدم امو خدمات در داخل کشور به اصطلاح عرضه بکنه تا از رفتن هموطنان ما به بیرون از کشور جلوگیری شود. مثلا من یک مثال میتونم از شفاخانه جمهوریت برای شما. شفاخانه جمهوریت ماهانه حد اوسط در حدود 30,000 نفر مراجعه میکنه، که هم از داخل پایتخت می باشه و هم از ولایات. رسیدگی به 30,000 مراجعه کننده که به شفاخانه می آید کار آسانی نیست و خدماتی که بر از اینا عرضه میشه طبعا پرسونل سعی و تلاش میکنه که خدمات خوبتری را عرضه بکنن. مثلا در گذشته خدمات همودیالیز وجود نداشت. هموطنان ما به خاطر همین خدمات مشکلات گرده می داشتن. برای خدمات همودیالیز مجبور بودن برن به طرف پاکستان و کشور هند و خوشبختانه همین خدمات فعلا همیجا فعال است و یک ارقامی که در 3 ماه گذشته است در حدود 4100 نفر از خدمات همودیالیز استفاده کرده. قبلا همین هموطنان ما میرفتن بیرون از کشور و خدمات تشخیص و تداوی سرطان ها فعال شده در کابل و به اساس پلانی که وزارت صحت عامه. ولی با وجود این همه بهبودی هایی که صورت گرفته و افزایش یافته، هنوز هم ما شاهد هستیم که شمار زیادی از شهروندان ما به توریسم طبی می داشته باشند و به خارج از کشور سفر می داشته باشند به خاطر درمان. دلیل اصلیش را شما در چی می بینید؟ روی این موضوع پاسخ شما را می داشته باشیم آقای جلیل، اما قبل از او میریم سراغ تماس و میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن است. بهتر از او شما را از بیننده که تماس میگیرن چشم دید خود را چگونگی ارائه خدمات بیمارستان‌های مرکز با ما در میان بگذارن و یا اگر در رابطه با چگونگی ارائه خدمات همین شفاخانه ها پرسش و دیدگاهی دارند آقای جلیل هم برشان پاسخ میگن. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم خواهر محترم. علیکم سلام. با میمان ویژه‌تان بانو حسینه، خوش آمدین به برنامه. من فهیمه جان هستم از ولایت سرخار. فهیمه، پرسش و دیدگاهی را که در رابطه موضوع برنامه دارید شنونده هستیم. من یک تشکری که خواست میکنم از دکتر سید جلیل. بسیار کارکردهای بسیار عالی دارند در مقابل شفاخانه ها، شبانه روزی کار میکنند. من شخصا خودم مریض داشتم در شفاخانه جمهوریت. زیاد تشکری میکنم از میمان ویژه‌تان. فقط برایشان من فقط آرزو دارم. ممنون تماستان.
بفرمایید آقای جلیل. من میخوایم یک هموطن ما از ولایت نیمروز با تماس شده بودن، میخوایم یک کمی که در این قسمت روشنایی پرتم. در ولایت نیمروز خوشبختانه یک شفاخانه ولایتی ما داریم دوجه که مطابق بسته خدمات اساسی شفاخانه‌ای که او را ما به اصطلاح EPHS میگیم خدمات عرضه میشه. ضرورت به سلسله خدمات تخصصی هم حجه است. اخیراً جناب مدیر وزارت صحت عامه بازدیدی از وجود داشتن و جناب و به اساس سفارشات از اونها که شد وزارت و یکی از سفارشات رهبری وزارت صحت عامه می بود که باید خدمات بیشتری را ما برای مردم شریف ما در ولایت نیمروز ارائه بکنیم. ما یک تیم خدمتی را از شفاخانه کابل که در بخش چشم بود و گوشگلو ما فعلا تیم اونجا رفتن عملا عرضه خدمات میکنن. یک سری چالش‌های وجود داره. خوشبختانه کمپاین نظارت از تاسیسات سی خصوصی هم آغاز شده، هم در سطح مرکز هم در سطح ولایت که تشویش هموطن ما رو ما میخوایم که رفع شود. نظارت ها از کلینیک های شخصی در سطح ولایت هم شروع شده که تا یک سلسله چالش‌هایی که در این قسمت وجود داره این چالش‌ها برطرف شود. در قسمت دلیل از اینکه هموطنان ما این فراموش نکنیم ما یک کشور در هنوز هم در حال بسیار یک ثبات کلی نداریم، هنوز هم در حال بسیار جنگ هستیم، اما بس اساس همون استراتژیایی که وزارت صحت عامه بسیار روی دست گرفته میخواد قدم به قدم خدمات تخصصی را به اصطلاح آهسته آهسته به اصطلاح همین خدمات در سطح کابل و در سطح ولایت، مثلا خدمات همودیالیز حال انکشاف داشته. ما فعلا در شفاخانه حوزوی ننگرهار هم همین خدمات داریم. قرار است در شفاخانه حوزوی کندوز فعال شود و بریم به طرف شفاخانه حوزوی و بخش خدمات تشخیص و تداوی سرطان ها را بر علاوه مرکز. پلان همی است که ما بریم به طرف شفاخانه حوزوی که تا بتونیم از بسیار سرگردانی هموطنان به خاطر می خدمات میآیند به مرکز و طبعا زمانی که مرکز میان یک مقدار لود کار بالای شفاخانه کابل هم زیاد میشه. همین خدمات ما آهسته آهسته تصمیم داریم که در سطح شفاخانه حوزوی هم انکشاف بدیم تا بتونیم که از سرگردانی هموطنان ما در پایتخت جلوگیری شود. طبعا زمانی که همین خدمات تخصصی فعال میشه در سطح کشور این میزان بیرون رفت هموطنان ما را به بیرون از کشور طبعا کاهش میده. امیدوار به این هستیم که در پلان 5 ساله‌ای که تهیه شده با تطبیق از این پلان ما بتونیم امی هزینه که صرف مصارف تداوی هموطنان ما به بیرون از کشور میشه امی خدمات در سطح خود کشور به اصطلاح ارائه شود تا رفتن هموطنان ما به بیرون جلوگیری شود. میریم سراغ تماس و باز هم میشنویم کی از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم. خواهر یک بخیری برای شما داریم، یک بخیری هم برای رئیس محترم داریم. ما یک بخیری خاصم برای کارمندای تلویزیون یک داریم که واقعا زحمت میکشن و قابل قدر است. شما جوانای موفق در رادیو تلویزیون است، تشکر زیاد میکنم. بعد رئیس محترم یک جا ما ببینین وزارت صحت ما خیلی کارهای خوبی کرده، آدم شوخی نکنه از این کارهاش ببینه قابل قدر است از کارهاش. و بعضی کارهایش که اینا گفتن شفاخانه میاره کرد میدن در ولایت کندوز خیلی مشکلات ها داره و اینجا یک دکترای ما تحصیلش خیلی پایان‌تر است. یک مشکل و دیگر بسیار مشکلات ها رو انداختن اینا به خاطری که از اینا پول میگرفت از مردم. خیلی در ولایت کندوز مشکلات انداختن. ما دیروز رفته بودم یک مریض داشتیم رفتیم باورتون گفتن که برای غریبا پول نمیگیرن. اینا از غریبا باورتون که دیروز یک مسلمان 20 روپیه نداد باورت میگه دوستش پاره کرد. خودش گفت بیادر من که نمیخوام پیسه دارم دیگه ندارم 20 روپیه کمبود کرده بود دوستش پاره کرد. شفاخانه کشیدش خیلی جگرخون به این ما دیروز روز شنبه خود سخنگوش هم گفته بود که ما از غریبا پول نمیگیریم. شما ببینید که اون مسلمان به حد مشکلات داشت که به دوستش پاره کرد. چند وقت دیگر من خیلی خوش شد. و یک موضوع دیگه چند وقت بیشتر من خودم یک مشکل داشتم در شفاخانه های کابل. هر چی که آمدم گشتم شفاخانه همین خصوصی از ایران و این میراجی ما رو نکردن. گفتن در اینجا امکانات تو نیست و تو برو پاکستان. من 3 دفعه رفتم پاکستان و اونجا ما دیگه باور بگی شفاخانه های پاکستان ببینید کلا از
پول افغانستان است و رسم میکنه پولای افغانستان است که در اونجا تو بالا میشه و دیگر عالم خون میشه که اینقدر پولی که در اونجا تو بالا میشه اقتصاد اونا و دکترای اونا قوی تر شدن. فکر میکنه که همه شفاخانه های ما دکترای خوب داریم اما کس آگاهی نداره. ما خودمون فعلا خودم باور یک مشکلات دارم. 3 دفعه پاکستان رفتم اونجا رفتم علاج نشد و ما خیلی مشکلات در اینجا است که باورتون که اعلانات بکنن باید بر مردم آگاهی بودن. ما خیلی شفاخانه های خوب داریم در کابل اما ما خودم شخصا نمیفهمم که در کجا هست و چی نیست. وقتی اونجا میریم در شخصی ها و اونا میگن مشکلات های تانی حل نمیشه بفرمایید میریم و پاکستان و با این و دیگر جاها. آیا وزارت صحت عامه کارهای بسیار معیاری خوبش داره، ما تشکری میکنیم اما اگه اعلانات بود و شفاخانه ها را در جریان های مردم بگذاره که برای اونجا نگاه بکنن و ببینن که مشکلات ها در کجا و تداوی شوند. ما خود خیلی رئیس محترم از خود خواهش میکنم که لطف بکنن این نمیره اعلانات بتن برای مردم پیشنهاد بکنن و مردم در جریان بگذارن. ما این درک میکنیم که افغانستان از پاکستان خیلی بالاتر دکتر است اما مشکلات دوباره و میگه که آگاهی مردم ندارن. لطفی که در شفاخانه های دولتی بسیار امکانات است و رئیس محترم تشکر از خودت که وقت قیمت در اختیار ما گذاشتین. موفق باشین در عرض. ممنون تماستان. ویس‌الدین جلالی از ولایت قندوز روی خط تلفن با بودن در این مورد و مورد دیگر با آقای جلیل بحث می داشته باشیم اما بعد از یک میان برنامه. مجله سوپل ارتباطی میان شما و مسئولین میریم سراغ تماس و میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ صد شما خوب است؟ عرض سلام ادب دارم خدمت تمام همکارای شما، خدمت دکتر صاحب محترم. علیکم سلام. کی از کجا؟ ما میخواستم در مورد یک از هموطنان خود ما بود تماس گرفته بودن، گفتن که چرا معین صاحب تشریف ناوردن. باید ما به این پای ببریم ببینیم از وقتی که دکتر صاحب جلیل رئیس شفاخانه مرکز شد، من شخصا خودم از فامیلا مریضا می باشم، میرم به تمام شفاخانه که هست میبینم. هم لذی آیا از دیدم که خود شفاخانه به چی وضعیت بود از لحاظ نظافت، از لحاظ رفتار، کردار تمام پرسنل تمام شفاخانه ها، ولی فعلا همه چیز به حالت بهبود قرار داره. اگر شفاخانه به حساب پیسه شده بسیار کار خوب است، از خود شفاخانه مصرفش به خود مریضا مصرف میشه. یک موضوع دومی که اگر معین صاحب تشریف ناوردن، فعلا دکتر صاحب جلیل بیانگر همه سوالات در تمام هموطنان است و ما خوشحال به این هستیم که همچی از جوان فعلا رئیس یک از شفاخانه های مرکز است و تمام شفاخانه است و کمک نهایی خود به تمام مردم ارائه میکنه. ولی یک سوال عمده از خود رئیس داشتم. ولایت تخار بعضی از مثلا دکتر صاحبایشون هستن بسیار زیاد بی‌تفاوت در مقابل مریضای خود رفتار میکنن. صرف درباره نمیگه یک به صورت جدی رفتارشون پیش ببرن دیگه که تا کمی وضعیت هم بهتر شود. بازم بسیار زیاد تشکر از تمام خدماتی که از طول وقتی که رئیس شفاخانه مرکز شدن به خود مرکز یا ارائه خدمات تقدیم میکنن. سپاس. خدا ممنون تماس شما هم. تماسی که ما داشتیم منظور شما دقیقاً آقای اکبرزاده اگر بوده باشه، اونا خواستن که بحث کلیتر در سطح کشور داشته باشیم، بنابر او دلیل اونا خواستن که سخنگوی وزارت را داشته باشیم و ما دیروز آقای جلیل را دعوت کرده بودیم که خوشبختانه امروز هم حضور دارن و پرسش‌های بیننده ما را پاسخ میگن. بفرمایید آقای جلیل، در رابطه با پرسشی که بیننده ما آقای جلالی از ولایت قندوز داشتند. تشکر از هموطنان ما که از ولایت قندوز تماس گرفتند. قسمی که هموطنان ما در جریان هستند، وزارت صحت عامه به خاطر بهبود کیفیت خدمات شفاخانه‌ای
و به اصطلاح توجه و به اصطلاح بعد استفاده منابع بیشتر مالی خدمات اخذ فیس از شفاخانه‌های به اصطلاح تخصصی شروع کردن، یک که در مقابل خدمات یک فیس ناچیز اخذ میشه. و یکی شکایت هموطن ما از چگونگی اخذ فیس در شفاخانه حوزوی قندوز بود. خوشبختانه یک راهنمود معافیت تدوین شده که در روشنایی از او هموطنان عزیز ما که بنابر مشکلات اقتصادی نمیتونن فیس پرداخت بکنن، اوجا یک فرم مشخص است که او فرم خانه‌پوری میشه و امو به اصطلاح معلومات که از او درج میشه و از امو هموطن ما فیس اخذ نمیشه. ای که چرا یک مشکل در شفاخانه بوده، این ان ما با شفاخانه حوزوی قندوز به اصطلاح تعقیب خواهد کردیم و برای معلومات از این هموطن ما میخوایم از طریق پرده تلویزیون شبکه یک به اطلاع همه برسانیم. ما در شفاخانه ها یک دفتر نمایندگی مریضا را ایجاد کردیم، به اصطلاح سم شکایات. وجه شماره های تماس تیم مدیریتی شفاخانه که عبارت از رئیس شفاخانه باشه، سرطبیب، مدیر نرسینگ، مدیر اداری و کنترلرهای نوکریوار شفاخانه، شماره های تلفن از اونها وجه درج است. نفر مشخص در این بخش کار میکنه، یک راجستر مشخص وجود داره. در صورتی که هر گونه مشکلی که در بخش عرضه خدمات در سطح شفاخانه صورت میگیره، هر گونه مشکلی که هموطنان ما روبرو میشن، لطفاً مراجعه بکنن، همونجا شکایت خود درج بکنن. این شکایت رسیدگی صورت خواهد گرفت؟ بله، گفتم که ما به خاطر سهولت هرچی بیشتر که تا اینا منتظر بشینن که همچون برنامه باشه، ما به خاطر سهولت هموطنان ما در خود شفاخانه ایجاد کردیم. با یک کمی شماره ها تماس بگیرن. یکی از انتقاد دیگه آقای جلالی این بود که عدم آگاهی شهروندان از چگونگی ارائه خدمات صحی در شفاخانه های کشور است. بله. به خاطر از این هم برنامه های متنوع ما روی دست گرفتیم تا بتونیم ما در سطح هر شفاخانه تصویر عمومی شفاخانه یا پروفایل شفاخانه را ایجاد کردیم. مثلا شفاخانه حاجل ابن سینا در کجا موقعیت داره، به چی تعداد پرسنل داره، کدام خدمات ارائه میکنه و بر علاوه از این شماره های تماس تیم مدیریتی شفاخانه، این ما به اصطلاح پروفایل ها آماده شده و قرار است که ما این از طریق صفحات اجتماعی هم به نشر برسانیم و از طریق رسانه های صوتی و تصویری هم و به شکل بنر و بلبوردها در نقاط مختلف شهر این نصب شود تا زمانی که یک هموطن ما فعلا یکی از چالش‌های ما همین از زمان اگر هموطن ما از یکی از ولایات مراجعه میکنن به کابل، مثلا به خاطر خدمات گوش و گلو و این سرگردان میگرده در کام شفاخانه برم، ما به خاطر به اصطلاح آگاهی هر چه بیشتر از اینا این برنامه را روی دست گرفتیم که بخیر تا بتونیم هر هموطن ما که از تمام خدماتی که در شفاخانه‌های کابل ارائه میشه از این خدمات آگاهی کامل داشته باشند و از سرگردانیشان در داخل شهر کابل جلوگیری شود. و بانویی که در رابطه با تفاوتی یا غفلت وظیفوی دکتران انتقاد داشتن روی زو هم اگر خواستی نظر شما را می داشته باشیم، اما قبل از اون میریم سراغ تماس. بفرما بیننده محترم. بله، سلام علیکم. علیکم سلام. کی از کجا؟ ببخشید میلاد هستم از شهر مزار شهر و تماس شدیم. یک انتقاد داشتم از شفاخانه شهر مزار شده. گرچه رئیس پیغام هستن میشه که مشکلات ما را در بالای جای مثلا بگوین و مشکلات ما حل شده از شفاخانه مزار شده. بفرمایین آقای میلاد، ما شنونده هستیم. من یک چه خواهداره که سینه بغل شده بود در شفاخانه رفته بودم دیدنش، به خاطر دیدنش شیر کردنش خیراتش رفته بودم. همین برخوردی که دکترها همراه مریضا میکنن امور را بهتون نیستم که یک قسم برخورد میکنن، یک قسم برخورد میکنن که غیر انسانی است. اصلا اون قسم برخورد نمیکنن، قسم رویه میکنن که هیچ یک حیوان دور از رویتان باشه، کسی که اون یک رویه نمیکنن.
وقتی که رئیس صاحبا که مثلا دکتر صاحبا که میان به خاطر معاینه و به خاطر یک چیزی که طفلا رو میبینن یا کسی دیگر رو میبینن، قسم میان که مثل که یک رئیس جمهور آمده باشه، یک تو پاس پیش او را بزنی و او را در قسم امراض رویه میکنه که به خدا میفهمین، باور به خدا بکنه که یک مثل یک انسان که در حیوان رویه میکنه. بسیار رویه خشن، بسیار رویه‌ای که اصلا غیر قابل باور است. باور به خدا کنن که در چشم سر دیدین طفل در بغل مادر نفس کشیده نمیتونه، چیغ میزنه که بیاین طفل کلان چیزی میشه، میموره، چیز میشه، در دادش کسی نمیرسه، کسی نیست که دادن امو یک اکسیژن میده یا یک پیشکاری بیده، یک دکتری نیست که مثلا در امور ببینه. او بیچاره ببین تو در بغل طفل، دکتر بالاخره آمده که طفل در بغل مادر فوت کرده، وفات کرده. مادر این تو آمد چرا نامد ما صدا کردن چی کرد میگه برو خدا گرفت. قسم رویه میکنن به خدا باور بکنن که مثل حیوان و قسم آدم رویه نمیکنن. واقعا تاسف برانگیز است اگر وضعیت دروازهش صحیح که گپ نمیزنه، اما پایواز مریض داخل نمیمانه، مریض داخل فغانش برامده، دارش برامده، یک قسم چیز برای پایوازش نمیمانه که امو پیش طفلش بره که مادرش هست، یک نفره تا قسم رویه میکنن. رئیس دیده اصلا برای گفتن چیزی نیست که براتون بگویم. یکم تو ما که دیدم دل ما شده تا جگرخون حتی عشق آمد. بعضی نفرایی که میایم چیز میکنن، قسم رویه میکنن اصلا که ما خاطر اینمی انتقاد میکنم. شما سپاس از تماستان. البته صدای شما به هم مسئولین رسید، البته از طریق تریبیون تلویزیونی یک و همچنان نماینده وزارت صحت عامه اینجا با ما در برنامه حضور دارند. بدون شک که مشکل شما را به جای بلندتر و مقامات بلند هم میرسانند و بحث خود را ادامه خواهیم داد، اما بعد از یک وقفه. دوباره خوش آمدین و قسمی که تا رأس ساعت دما شما را همراهی میکنیم. پس 5 الی 6 دقیقه دیگه هم با شما هستیم. بفرمایید آقای جلیل، در رابطه با بیننده ما یکی از بانوانی که تماس داشتن و آقای میلاد در رابطه با برخورد نادرست دکتر صاحبان، البته یک شمار از دکتر صاحبان. حالا روی این موضوع هم میشه پاسخ شما را خیلی کوتاه داشته باشیم، چگونه میشه اخلاق طبابت را ترویج داد؟ تشکری میکنم از این هموطن ما و تقریبا هموطنان از ولایت تخار هم تماس گرفته بودن. خب مراجعین ما که به شفاخانه ها میاین، این حقشان است که ما مو خدمات بر از اونها عرضه بکنیم. او آمده که از ما خدمات میخواین و بنابر چالشایی که در سطح شفاخانه ها وجود داره، متاسفانه که در بعض موارد بنابر دلایل مختلفی که بنابر ضیقی وقت من نمیتونم به همه از اونها اشاره بکنم، آنچنان برخورده که توقع میره. تمام پرسنل مسلکی ما او شکل نیستن، بسلا کوشش میکنن، آخرین کوشش خود میکنن برای مریضای ما همو خدمات عرضه بکنن، اما بعضی از مریضای ما بسلا رسیدگی خوب صورت نمیگیره که در این قسمت هم وزارت صحت عامه تاکید رهبری وزارت صحت عامه همی است که ما برنامه‌های مختلف آموزشی را به اصطلاح آماده کردیم. قبلا هم تدوین این برنامه دایر شده، سلسله تدوین از این برنامه برای پرسنل بخش سکتور صحت در سطوح مختلف ادامه داره و امیدوار به این هستیم که ما بتانیم قدم به قدم خدمات معیاری بسازیم و عرضه خدمات با کیفیت بکنیم برای نیازمندی‌های ما، کیفیت خدمات خوب بسازیم و امی چالش‌هایی که فعلا فرارای سکتور صحت است، این چالش‌ها آهسته آهسته برداشته شود. تلاش‌ها در این قسمت ادامه داره. انشالله ما همونطور از شهر مزار شریف ما ایرا حتما با شفاخانه حوزوی بلخ و تخار و شفاخانه ولایتی تخار هم
تعقیب خواهد کرده می شود. سپاس آقای جلیل. یک انتقاد دیگی که وجود داره همین که دکتر صاحبان که به شفاخانه‌های دولتی کار میکنن تا جای زیادی تلاش میکنن تا به مریضان آدرس معاینه‌خانه شخصی خود را بتن و در کنارش نسخه را برای مریضان اونا میتن که قابل خارش نیست جز معاینه‌خانه‌ای که اینا برشان در نظر گرفتن یا پیشنهاد میکنن. در این مورد گزارش شما چیست؟ در این قسمت خب اصول نسخه نویسی همی است که نسخه باید خوانا باشه، تشخیص و تداوی دوایی که ما توصیه کردیم به صورت واضح و نوشته شده باشه. در این قسمت هم برنامه های را در سطح شفاخانه‌های کابل ما روی دست داریم. 2-3 کمیته تکنیکی را ما برای از ایجاد کردیم و از تمام شفاخانه ها به اصطلاح خواهش کردیم که در صورت موجودیت همچون نسخه و در صورت از اینکه مریض ما هموطن ما از شفاخانه به اصطلاح رجعت داده میشه به یک کلینیک شخصی دال کمون خدمات در شفاخانه صورت میگیره. این واقعات یا این کیس ها را یک به یک ما تعقیب میکنیم، چنانچه در ماه گذشته به اساس هدایت رهبری وزارت صحت عامه ما تقریبا 6 واقعه همچون مریضایی که از داخل شفاخانه ریفر شده بودند یا را ما جدی به اصطلاح تعقیب کردیم، حتی برای پرسنل موصوف، پرسنلی که به اصطلاح همین خطا را انجام داده بودن، بعد از اینها حتی توصیه کتبی داده شد که جزء سوانحشان شود تا از بروز همچون قضایا در آینده جلوگیری شود. این پروسه هم ادامه داره و امیدوار به این هستیم که بتونیم آهسته آهسته ایران به شکل قانونیش حل بکنیم. و در کنارش یک سوال دیگه که از شهروندان ما مطرح ساختن، شفاخانه جناح در غرب کابل که از طرف کشور همسایه پاکستان کار ساخت سازیش تکمیل شده، سالهای زیاد میشه، چرا هنوز افتتاح نشده و ارائه خدمات نمیکنه؟ خب قسمی که شما هم شاید در جریان باشین، رهبری وزارت صحت عامه به صورت منظم حتی از طرف ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان این موضوع تعقیب شد با دولت پاکستان، با سفارت پاکستان. ان قریب انشالله دمی آینده نزدیک ما حتی 2 روز قبل وزیر صاحب صحت عامه همراه با معین صاحب اداری و مالی از شفاخانه بازدید داشتن. دیروز همراه با تیم طب معالجوی و سایر همکاران ما هم بازدید داشتیم. انشالله پروسای به اصطلاح کارهای مقدماتی برای افتتاح از این آماده شده. در آینده نزدیک این خبر خوش برای هموطنان ما تقدیم خواهد کردیم و در آینده نزدیک شاهد افتتاح از این شفاخانه خواهد بودیم. خیلی خوب. چقدر کنترل و نظارت جدا از اینکه از شفاخانه ها دارین، معاینه‌خانه هایی که در 4 اطراف همین شفاخانه ها وجود دارد صورت میگیرد و در کنارش یک دید منتقدانه وجود دارد این که شفاخانه های دولتی خدمات بی‌کیفیت عرضه میکنند در حالی که مراکز صحی خصوصی بیشتر تجارت میکنند تا تبابت. خب من پیشتر هم در شروع گفتم به اساس برنامه‌ای که روی دست گرفته شده، استانداردها برای خدمات شفاخانه‌ای آماده شده. قرار است با تطبیق از او استانداردها ما بتونیم خدمات شفاخانه‌ای را معیاری بسازیم و به اثر تلاش‌هایی که در سطح وزارت صحت عامه شروع شده، قبلا کمپاین بررسی از شفاخانه‌های شخصی و ادویه فروشی‌ها، این کمپاین به شدت ادامه داره و نظارت نظارت از درملتون‌ها هم وجود به اصطلاح جریان داره که در او درملتون‌هایی که معیاری نیستن، او شفاخانه‌هایی که معیاری نیستن، اونا مسدود شده و سلسله از این کمپاین‌ها ما تقریبا در 3 ماه گذشته یک کمپاین بسیار جدی را بررسی از شفاخانه‌های شخصی در سطح کابل شروع شده و او هم ادامه داره. نظام الدین جلیل، رئیس شفاخانه‌های تخصصی و ثالثی، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شما. سلامت باشید. بیننده عزیز، ممنون همراهی شما همچنان هستم. پاینده باد کشورم.